دومین چیزی که میخوام امتحان کنم این پروتئین بارای معروف ناترنده. دسته بندیش که واقعا خوشگله، براق و شکیله. 2 تا طعمشو گرفتم، توت فرنگی و کاکائویی. گلوتن فریه، سرشار از ویتامین بی، 23% هم پروتئین داره. اول کدوم؟ کاکائویی. بوش که خیلی خوبه. بریم برای تست. چیرز. واقعا خوشمزه است، کاملا مزه شکلاتی میده، وسطش یه سری دونه های ترده، خیلی باحاله. حالا توت فرنگیش یه روزم تازه تر. خیلی زشته این یکی. نه. چیرز. اینم خیلی خوبه ولی خیلی شیرینه. فکر کنم با چای یا قهوه خیلی خوب باشه. میخوام با چای تستش کنم. عالیه. قیمتش هم بود 120,000 تومان. توت فرنگیش چون خیلی شیرین بود بذارم با چای خیلی بهتر میشه. خوبه ولی کاکائویش خیلی بهتره، یکم دلو میزنه. تو ویدیوهای بعدی میخوام این 3 تا انرژی بار هوبارا رو تست کنم. اگه دوست داشتین بپرین تو ویدیوهای بعدی.